فارماسیست نظریار هستم دوستای عزیز. امید است همگیتان جور صحتمند سلامت باشین. من می لحظه یک ویدیو رو دیدم که این ویدیو توسط دانشمند امریکایی به نام دکتر بیرک ساخته شده بود. این آدم متخصص در قضیه است و معلومات فوق العاده مهم در ویدیو ارائه شده بود. من خواستم که خلاصه از این ویدیو را به زبان فارسی درست بکنم تا فارسی زبان عزیز ما هم بتونه از این معلومات مفید استفاده کنه و مستفید شوند. این ویدیو در رابطه با چاقی بود و همچنین که چگونه یک شکم سیکس پک و شکم جمع و جور منظم داشته باشین. در ابتدای ویدیو در رابطه با چاقی گپ میزنم و در آخر حرکت ها و بعضی از روش هایی که باعث میشه یک شکم جمع و جور و شکم سیکس پک داشته باشین در آخر ویدیو حرکات رو اضافه میکنم. دوستان عزیز، مسئله چاقی مسئله است که انسان های زیادی برای فعلا با این مرض دست پنجه نرم میکنه و چاقی خودش در ارتباط با یک تعداد زیاد از امراض است. پس چاقی باید کنترل شود و افرادی که چاق است راهکارهای مختلف پیش رو میگیره، از جمله ورزش کردن و همچنین شیوه های دیگه که اونچنان موفق نیست، یعنی نمیتونه از قطر شکمشان به اندازه کافی کاهش بدن. و مسئله چاقی مسئله هورمونی است. بر علاوه ورزش کردن سوی دو تا هورمون باید کنترل شود، هورمون انسولین و هورمون کورتیزول یا هورمون استرس. هورمون انسولین هورمونی فوق العاده شحم‌ساز است. هر قدر زیاد افراز شود همون قدر زیاد شحم در بدن شما ساخته میشه و زیادتر چاق میشین. پس چگونه هورمون انسولین زیاد افراز میشه؟ یعنی سویش زیاد میشه در خون. زمانی که شما تعداد وعده غذایی شما در 24 ساعت زیاد باشه، یعنی هر قدر تعداد وعده غذایی زیاد باشه همون قدر هورمون انسولین زیاد افراز میشه و بیشتر چاق میشین، شحم زیادتر در بدن ساخته میشه و ذخیره میشه. و همچنین وابسته به مقدار کربوهیدرات یا مقدار مواد قندی در مواد غذایی شما است. هر قدر مقدار مواد قندی در هر وعده غذایی شما زیاد باشه همون قدر هورمون انسولین زیاد از حجرات بیتای پانکراس افراز میشه و این مواد قندی که شما استفاده کردین در خون به شکل گلوکوز تبدیل میشه، از سیستم معده‌ای جذب میشه، در خون به شکل گلوکوز وجود داره و این گلوکوزهای موجود توسط هورمون انسولین به شحم تبدیل میشه و به شکل شحم در عضلات ذخیره میشه و فرد چاق میشه. پس چیکار باید بکنیم که سویه هورمون انسولین رو کاهش بدیم؟ ابتدا تعداد وعده غذاییتون رو کاهش بدین در 24 ساعت. هر قدر تعداد وعده غذایی در 24 ساعت کم باشه همون قدر هورمون انسولین کم افراز میشه و کمتر شحم در عضلات ساخته میشه و ذخیره میشه. کسایی که خیلی چاق هستن ما پیشنهاد میکنیم که به جای 3 وعده غذایی 2 وعده غذایی در 24 ساعت استفاده بکنن، البته به شکل تدریجی. یعنی کسایی که قبلا 4 وقت غذا استفاده میکرده اول به 3 وقت تبدیل بکنه و در یک مدت که 3 وقت استفاده کرد دوباره این 3 وقت به 2 وقت تبدیل کنه به شکل تدریجی. یعنی یک بار نباید به 2 وقت تبدیل کنه، زیرا که سر غدواتی که در عضلات وجود داره فشار میآید و باعث میشه که باعث آسیب رسیدن به غدوات میشه. پس کسایی که میخواین تعداد وعده غذاییتون رو کاهش بدین به شکل تدریجی کاهش بدین و اگر 2 وعده غذایی در 24 ساعت استفاده بکنین فوق العاده مفید است برای صحتمندی شما. همونقدر هورمون انسولین کم افراز میشه و سویه شحمی که در عضلات شما ساخته میشه کاهش پیدا میکنه و لاغر میشین. مسئله دومی است که مقدار مواد قندی در غذایتان کاهش بدین. هر قدر مقدار مواد قندی در غذا کم باشه همون قدر هورمون انسولین کم افراز میشه و شحم کمتر در عضلات شما ساخته میشه و ذخیره میشه. مسئله دوم مسئله هورمون کورتیزول است. هورمون کورتیزول هورمون استرس است، یعنی هر قدر استرس زیاد داشته باشن همون قدر هورمون کورتیزول زیاد افراز میشه. هورمون کورتیزول باعث میشه که پروتئینای موجود در عضویت یعنی عضلات لایز میشه، یعنی عضلات تجزیه میشه توسط هورمون کورتیزول و به گلوکوز تبدیل میشه. گلوکوز که در خون سویش زیاد میشه باعث میشه که هورمون انسولین افراز شه و دوباره به شحم تبدیل شه و شحم در قسمت‌های مختلف عضویت شما ذخیره شه، مخصوصا در قسمت شکم که باعث گنده شدن یا کلان شدن شکم میشه، یعنی شحم زیاد در قسمت شکم ذخیره میشه. پس هورمون کورتیزول همچون باعث چاقی میشه از طریق لایزی یا تجزیه عضلات. پس چیکار باید بکنیم که سویه هورمون کورتیزول یا هورمون استرس کاهش بدیم؟ برای کاهش دادن سویه هورمون کورتیزول دو چیز خیلی مهم است. یک خواب کافی و خواب منظم داشته باشین. هورمون کورتیزول کمتر در عضویت افراز میشه و طرف دیگه مواردی که یا هر عاملی که باعث میشه در نزد شما استرس ایجاد شه از اون عامل دوری بکنیم. و رسیدیم در قسمت آخر که چگونه یک شکم سیکس پک یا یک شکم جمع و جور منظم داشته باشین.
بعد از اینکه سوی از این دو تا هورمون در عضویت سویش کنترل کردین، یعنی افرازی این دو هورمون کاهش دادین توسط راهکارهایی که به شما تشریح کردم، حرکت هست به نام حرکت دیدباک. این حرکت باعث میشه که یک شکم خوب منظم داشته باشین و شیوهی که این حرکت اجرا میشه در ویدیو ماندیم و میتونید تماشا بکنید. دوستای عزیز، امید است که لذت برده باشین و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. لایک و سابسکرایب یاد شما نره دوستای عزیز. For this exercise, you will be lying on your back. Bring your arms straight above your head, perpendicular to the ground, along with your knees and hips both at 90-degree angles. Start by lowering the left arm and extending the right leg, both stopping just before touching the ground, and then returning to your starting position. Throughout the movement, maintain position of the opposite arm and leg. Keep your core tight throughout the motion, and when you return to the starting position, you may relax for a moment before tightening again. To make this a bit easier, you can also perform this exercise with the arms only, keeping the legs in the air with a 90-degree angle at the knees and hips, lowering the arm towards the ground, and just before reaching the ground, pause for 1 to 2 seconds, and then return to the starting position. You may also do this with the legs only while keeping the arms perpendicular to the ground. Extend one leg, and right before the heel hits the ground, pause for 1 to 2 seconds, and return back to the starting position. If any of this is uncomfortable, painful, or recreates any of the discomfort that you feel, you may discontinue this exercise or only move in the range of motion that is comfortable. 1 repetition includes both sides. Complete 3 sets of 10 to 12 repetitions.